درود و مهر فراوان به شما عزیزانی که در این کانال در کنار من هستید و همراه من هستید. دوستان عزیز، این ویدیو برخلاف ویدیوهای قبل در مورد ادامه کتابخوانی و مباحث کتاب نیست. یه صحبت دلی خیلی کوچیک داشتم با شما دوستانی که در این کانال من رو همراهی میکنین و دوست داشتم که با شما در میون بذارم. دوستان عزیز، من گفته بودم قبلا این کتاب رو 2 بار خونده بودم و گهگاهی مروری بر نوشته هایی که در گوشه و کنار این کتاب نوشته بودم میکردم. ولی شاید بگم مدت زمان طولانی بود که از این کتاب غافل شده بودم و ناخودآگاه دوباره درگیر مشکلات زندگی شده بودم و مشکلاتی که اطرافمون پیش اومده و همه از اون باخبر هستیم. حدود 1 ماه پیش به این فکر افتادم که مجدد این کتاب رو بازخوانی کنم و دوباره سعی کنم به خودم کمک کنم و بتونم یک مقدار حال دل خودم رو بهتر کنم، چون بدون هیچ تعارفی اصلا حال دل خوبی نداشتم و ناخودآگاه درگیر تمام اتفاقات این چند وقت اخیر بودم که صادقانه با شما در میون میذارم که از توان روحی و جسمی من خیلی فراتر بود و من رو خیلی درگیر خودش کرده بود. و خوشبختانه پارت دوم این کتاب به دستم رسید، ولی دوست داشتم قبل از اینکه پارت دوم رو شروع کنم یک بار دیگه یک مرور به این کتاب داشته باشم برای یادآوری و درک بیشتر پارت دوم کتاب. شاید بتونم اگر بگم یک الهام بود و یک ایده که به ذهنم رسید حالا که قصد دارم این کتاب رو مرور کنم، چرا این رو همراه با انسان‌های دیگه، همراه با عزیزان و هموطنانم شیر نکنم و اونها رو هم در این مسئله همراه کنم و این رو به گوش بقیه هم برسونم. من زمانی که این کتاب رو بار دوم خوندم 8 جلد از این کتاب تهیه کردم و در اختیار عزیزانی که در کنارم بودن، خواهر و برادر و دوستان عزیزی که داشتم قرار دادم. حتی 1 جلد از این کتاب رو پست کردم آمریکا برای یکی از دوستان نازنینم که جای خواهر رو داره برای من و دوست داشتم که ایشون هم این کتاب رو بخونه و تا اونجا که میتونم این کتاب رو معرفی کنم به دیگران. ولی این الهامی که به من شد که اگر بتونم یک کانال یوتیوب درست کنم و این کتاب رو همراه با شما بازخوانی کنم، پیش خودم فکر کردم ایده بدی نباشه و این مسئله رو با همسفر زندگیم در میان گذاشتم و خوشبختانه ایشون خیلی مثبت و خیلی همراه و خیلی مشتاق من رو از این ایده استقبال کردن و در خیلی از موارد پیشنهادها و ایده های خیلی خوبی رو هم به من دادن و این جرأت رو شاید بگم از ایشون گرفتم که بتونم در کنار شما و همراه با شما این کتاب رو مجدد خودم بخونم و قبل از کمک به کسی بخوام به خودم و درون خودم و فکر و ذهن خودم کمک کنم. امیدوارم که مؤثر باشم و این کتاب و این بازخوانی کتاب همونجوری که حال دل خودم رو خیلی وقتها خوب کرده بتونه کمکی باشه به شما و شما هم اون مطلب مهم و اصلی این کتاب رو بگیرین و درکش کنین و در زندگیتون به کار ببرین و معجزش رو لمس کنین، به امید لمس این معجزه برای همگی ما و تمام کسانی که شاید به این ویدیو دسترسی نداشته باشند ولی نیاز باشه که اونها هم این مطالب رو بشنوند و درک کنند و به کار ببرند. به امید حال دل خوب برای همه شما عزیزان
و همه هموطنان عزیزم. و باز در آخر از شما درخواست میکنم با سابسکرایب کردن، لایک کردن و حتما در میون گذاشتن نظراتتون و اگر حتی چیزی رو درک کردین، مطلبی رو بیشتر از من فهمیدین، با من در میون بذارین و کمک کنین که آگاهی و رشد این آگاهی برای هم من و هم کسانی که مطالب رو میخونن، کامنت ها رو میخونن، به همه برسه و همه از این آگاهی و این رشد نهایت استفاده رو ببریم. به امید شادی، سلامتی و لبخندی از صمیم قلب و از ته قلب برای همه هموطنهای عزیزم و تمامی مردم دنیا. دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود و پاینده ایران عزیزم.